بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم و درنو میلمنو د هیواد ملی شخصیتونو د رسنیو قدرمنو اساسو او په دې مبارک محفل کې حاضر قدرمنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن د 1404 هجری لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه چې د 2025 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره سمون خوري، موږ دلته راټول شوي یو ترڅو د افغانستان د تفاهم او اصلاحاتو حرکت موجودیت د خپل دروند او شریف ملت په وړاندې په رسمي ډول اعلان کړو. په پیل کې له جناب ډاکټر حمید عزیزی د پوهنتون استاد او د پرمختګ په چارو کې آګاه څخه هیله کیږي چې د قرآن کریم څو مبارک آیتونه تلاوت کړي او زمون محفل د برکتونو څخه ډک کړي. محترم جناب ډاکټر حمید عزیزی صاحب، مهربانی وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همگی صحتمند و سلامت باشین. آیات از سوره مبارکه فتح را انشاءالله تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاک الله خیرا. از جناب دکتر صاحب عزیزی بر لحظات معنوی و روح بخش که ایجاد کردن سیمانه سپاسگزاری میکنم. حاضرین محترم، فریختگان عزیز، رسانه های گرامی و هم میهنان گرانقدر، افغانستان عزیز ما نزدیک به نیم قرن است که درگیر جنگ ها و بحران های پیهم بوده. مردم ما بارها فرصت یافتند که به سوی ثبات و آرامش گام بردارند، اما متاسفانه آن فرصت ها از دست رفت و مشکلات افزونتر گردید. امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگر به تفاهم ملی، اصلاحات همه جانبه، قانونیت، عدالت اجتماعی و بازگشت امید به آینده نیازمند است. به همین خاطر برای نوید دادن یک فصل تازه و بر بشارت به آینده روشن، این محفل خجسته ترتیب یافته. محفلی که پیام‌آور تفاهم، همبستگی و آغاز راه نوین بر اصلاحات افغانستان عزیز ماست. امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا به نسل‌های آینده نشان بدهیم که هنوز فرزندان این وطن توان برخاستن دارند، توان آن را دارند که دست در دست هم داده و بذر امید، عدالت، قانونمندی و اصلاحات را در خاک رنج دیده این سرزمین بکارند. بر همین اساس جمعی از فرزندان صادق و متعهد این سرزمین گرد هم آمدند تا در مسیر نجات کشور و ایجاد فضای تفاهم و اصلاحات این حرکت ملی و فراگیر را بنیان نهند. حرکتی که می‌خواهد زبان تفاهم را جایگزین جنگ و منطق اصلاحات را جایگزین بحران بسازد. محفل خجسته امروز طبق اجندای ذیل پیش خواهد رفت. سخنرانی افتتاحیه توسط رئیس محترم حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان، تقدیم خلاصه طرح و نقشه راه برای روند تفاهم و اصلاحات افغانستان، بیانات شمار از دانشمندان، فضلا و شخصیت‌های ملی کشور، قرائت اعلامیه مطبوعاتی حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان به زبانهای پشتو و دری و در پایان محفل با دعایه خاتمه خواهد یافت. از بارگاه پروردگار مهربان، دانا و حکیم مسئلت می داریم که این حرکت آغاز باشد برای فصل نوین در افغانستان، فصلی که در آن اتحاد و اعتماد ملی جایگزین تفرقه گردد. اکنون با کمال افتخار و احترام از رئیس محترم حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان، شخصیت فاضل و دانشمند جناب دکتر فضل الهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، تقاضا می نماییم تا بیانیه ارزشمند خویش را
با ما و ملت شریف افغانستان شریک بسازند. رئیس محترم حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درنو حاضرینو، خويندو او ورونو، محترمو ملمنو د افغانستان د تفاهم او اصلاحاتو د حرکت محترمو مشرانو او غړو، ګرانو وطنوالو، محترمو ژورنالستانو او د رسنیو قدرمنو استازو، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. تاسو ټول ته د افغانستان د تفاهم او اصلاحاتو د حرکت د موجودیت د اعلان په دغه پرتمینه غونډه کې د زړه له کومې ښه راغلاست او هرکله راشئ وایم. د افغانستان د تفاهم او اصلاحاتو حرکت چې د افغانستان غیور او نجیب ملت له منځه راټوکېدلي ملي خوځښت او سیاسي جریان دی، نن په دغه پرتمینه غونډه کې د لوی خدای په نامه او توفیق سره رسما خپل د موجودیت او فعالیت اعلان کوي. د لوی خدای له دربار نه عاجزانه دعا کوو چې دغه حرکت په ګران هیواد افغانستان کې د ملي تفاهم او هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره د خیر وسیله وګرځوي. د افغانستان د تفاهم او اصلاحاتو حرکت چې د ګران هیواد د مؤمنو، مخلصو او وطنپالو شخصیتونو څخه تشکیل او جوړ شوی سیاسي او ملي جریان دی، د ګران هیواد د ثبات، استحکام، ملي یووالي، استقلال او سوکالۍ لپاره د افهام او تفهیم او سوله ایزو لارو چارو په کار اچولو سره کوښښ او صادقانه مبارزه کوي. د افغانستان د تفاهم او اصلاحاتو حرکت په دې باور دی چې ګران افغانستان پرته له تبعیض د ټولو افغانانو ګډ او مشترک کور دی، او هر افغان وګړی، ښځه او نارینه چې د هر قوم او هرې ژبې او د هرې سیمې څخه وي، بشپړ حق لري چې په دغه خاوره کې د مساوي او برابر حق لرونکي وګړي په توګه ژوند وکړي، او د هیواد د پرمختګ او د ملت د هوساینې لپاره د دې مشترک کور د جوړولو او پرمختګ لپاره په سوله ایزه توګه او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ونډه او بشپړه برخه واخلي، او خپل دینی، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او علمي مسؤلیت او رسالت ادا او ترسره کړي. محترمو حاضرینو، ګرانو وطنوالو، مونږ په دې باور یو چې د افغانستان ټول ستونزې او مشکلات باید د ملي تفاهم په چوکاټ کې د خبرو اترو او سوله ایزو هلو ځلو په بڼه حل شي. جګړه، تاوتریخوالی، د حذف او انحصار سیاستونه قطعا د بحران او کړکېچونو د حل لاره نه ده. د افغانستان ټول سیاسي اړخونو ته پکار ده چې د ملي ګټو ته په کتلو سره د تیرې ناکامې تجربې تکرار نه کړي، او د یو بل د حذف او ځپلو په ځای چې ښه پایله او نتیجه نه لري، د تفاهم، جوړجاړي، پخلاینې او په ملي مشترکاتو باندې د تمرکز له لارې د وطن ثبات، استقرار او سوکالۍ لپاره او د هر اړخیزو سمون او اصلاحاتو لپاره په ګډه کار او هلې ځلې وکړي. د افغانستان د اصلاحاتو او تفاهم حرکت د همدې موخې او هدف لپاره رامنځته شوی، او د خپل ټول وس او توان سره اوسنی حکومت او ټول اوسنی حاکمیت او ملي سیاسي جهاتونو، شخصیتونو، بنسټونو سره همغږي او همکاری ته ژمن دی. حضار محترم، هموطنان عزیز، کشور عزیز ما افغانستان نزدیک به 1.5 قرن است که با بی‌ثباتی و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند. پیامدهای چندین دهه ناامنی، جنگ، خشونت، اختلاف و نفاق که بخشی از آن ریشه در اهداف و سیاست‌های نامطلوب برخی حلقات خارجی و بخشی دیگر در کوتاهی‌ها و نارسایی‌های گروه‌ها و سیاسی داخلی داشته است. ملت ما را با یکی از دشوارترین وضعیت‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی روبرو ساخته است. با این حال در طول نیم قرن گذشته فرصت‌هایی به وجود آمد تا افغانستان جنگ زده به تدریج به سوی ثبات سیاسی و استقرار حرکت کند، اما متاسفانه این فرصت‌ها به گونه درست مورد استفاده قرار نگرفت و نه تنها بحران‌ها پایان نیافت، بلکه بر مشکلات و نابسامانی‌های مردم و کشور نیز افزوده شد. انتظار می‌رفت که حاکمیت کنونی با در نظر گرفتن تجارب و آموزه‌های نیم قرن اخیر تاریخ افغانستان و بر اساس وعده‌هایی که بارها
در سالهای گذشته مطرح کرده بود، در همکاری و همفکری بدون تبعیض با شخصیت‌های متدین و تندوست با تجربه و خوشنام، همچنان با کادرهای متخصص از همه اقشار، اطیاف و جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور طرح روشن و نقشه راهی برای آینده افغانستان ارائه می‌کرد. طرحی که بتواند زمینه تدوین قانون اساسی متکی بر خواست و اراده ملت، تشکیل دولت و نظام مبتنی بر قانون اساسی و ایجاد حکومت دارای مشروعیت ملی و نمایندگی واقعی از مردم را فراهم سازد و بدین وسیله صفحه تازه و امیدوار کننده در تاریخ افغانستان گشوده شود. اما با گذشت بیش از 4 سال از عمر حاکمیت فعلی، هنوز نشانه های روشنی از وجود اراده سیاسی برای حرکت جدی به سوی تغییر و اصلاحات بنیادین در جهت استقرار یک نظام مبتنی بر قانون خواست مردم و تأمین ثبات سیاسی به چشم نمیخورد. در عوض برخی تصمیم‌ها و اقدامات مانند مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران، محدود شدن فرصت‌های کاری زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز ایجاد تنش در تعامل با برخی نهادهای بین المللی نه تنها به دشواری‌های مردم در داخل کشور افزوده است، بلکه سبب افزایش انزوای افغانستان در عرصه خارجی نیز گردیده است. کاملا بدیهی است که در نبود دولت مبتنی بر قانون اساسی، تضمین کننده حقوق اساسی اتباع کشور و حکومت دارای مشروعیت ملی و رسمیت بین المللی برای آینده کشور برنامه و خط مشی وجود نخواهد داشت و این سبب می شود تا کشور بدون برنامه و استراتژی به گونه روزمره اداره شود و در نتیجه با دوام این وضعیت افغانستان از ثبات سیاسی و شکوفایی اقتصادی و تمدنی عقب خواهد ماند و فرصت‌های زیادی را از دست خواهد داد. در حال حاضر کشور از یک چارچوب قانونی روشن و از وجود مجلس شورا و پارلمانی که نماینده واقعی مردم باشد و بتواند مسائل ملی را در چارچوب قانون حل و فصل کند محروم است. این خلای حقوقی سبب شده است تا حکومت بدون پاسخگویی دوام یابد و تصمیمات سرنوشت ساز کشور بدون مشارکت و نمایندگی واقعی مردم اتخاذ گردد. نبود قانون اساسی در حقیقت به معنای فقدان یک نظام حقوقی شفاف، محدود شدن احترام به حقوق شهروندان و نبود سازوکارهای مؤثر برای حفاظت از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر است. چون این وضعیت افغانستان را در فضای بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی قرار داده و مانع تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی می‌شود. افغانستان نیازمند نظام سیاسی است که نخست از مشروعیت ملی و سپس از رسمیت و پذیرش بین المللی برخوردار باشد. ادامه وضعیت کنونی به خیر کشور نیست، بلکه خطرات و چالش‌های بزرگی در پیدا جنگ، بی‌ثباتی بیشتر و مداخلات خارجی منجر گردد، امری که باید با تدبیر و همبستگی ملی از آن جلوگیری شود. در چنین شرایط وجیبه و مسئولیت دینی و ملی ایجاب می‌کند که فرزندان در برابر مردم و کشور خویش احساس مسئولیت نموده و برای اصلاح اوضاع، بهبود شرایط و نجات میهن از بحران و بهره‌گیری از همه میهنان عزیز. از نظر ما سعی مبارزه برای تغییر اوضاع کشور به سوی بهبودی و نجات از بحران یک مسئولیت انسانی، اسلامی و ملی است و هر شهروند افغانستان، اهم از زن و مرد، باید نقش و مسئولیت خود را در برابر وطن و ملت ادا و ایفا نماید. ادای این مسئولیت باید در روشنی اصول و ارزش‌های دینی، منافع و مصلحت‌های ملی و با توجه به واقعیت‌های کشور و در چوکات اهداف روشن و مشخص و برنامه واضح و مدون به گونه جمعی انجام شود. انتظار، بی‌تفاوتی و سکوت در برابر بحران کشور و عملکردهای ناسنجیده و تصمیم‌های نامناسب حاکمیت کنونی، همچنین موازی جریان‌های حامی جنگ و درگیری مسلحانه نمیتواند راه حل مناسبی باشد، زیرا اوضاع کشور روز به روز پیچیده‌تر و وخیم‌تر می‌گردد. فرصت‌های ارزشمندی که یکی پس از دیگر از دست می‌روند و با انباشته شدن مشکلات و معضلات خطری از هم پاشیده شدن این وضعیت نیمبند موجود افزایش می‌یابد. در چنین شرایط بیم آن می‌رود که کشور خدا نخواسته در گرداب بی‌نظمی، جنگ‌های داخلی، شورش‌های مسلحانه و بازگشت به ملوک الطوایفی فرو غلطد و به زمینه‌های مداخلات خارجی در امور داخلی افغانستان بیش از پیش فراهم گردد. بر آنچه در بالا بیان شد و با توجه به وضعیت کنونی کشور و به منظور ادای مسئولیت و جیوه انسانی، اسلامی و ملی،
جمعی از فرزندان مخلص و وطن دوست افغانستان پس از بررسی دقیق اوضاع کشور و انجام مشورت‌های لازم با توکل بر پروردگار لایزال و استعانت از ذات الهی تصمیم گرفت بدون وابستگی و اتکا به هیچ جهت خارجی حرکت خودجوش و ملی را تحت نام حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان یا دی افغانستان لتفاهم و اصلاحات و حرکت بنیانگذاری نمایند. حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان متشکل از علما، دانشمندان، استادان، حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی، اهل قلم و رسانه، شخصیت‌های اجتماعی، جوانان و روشنفکران و عموم اقشار ملت هم از زن و مرد از همه مناطق، اقوام، تخصص‌های علمی، مسلکی و مذاهب، گرایش‌های سیاسی و خاستگاه‌های اجتماعی گوناگون افغانستان است. اعضای این حرکت بر محور مشترکات انسانی، اسلامی و ملی گرد هم آمدند و تعهد سپردند که برای تحقق تفاهم ملی و پیشبرد اصلاحات همه‌جانبه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و برای تحکیم حاکمیت قانون در کشور با همه اطراف و اشخاص حقیقی و حقوقی عام از حکومت، احزاب سیاسی، نهادهای اجتماعی و شخصیت‌های متعهد و دلسوز و ملت و وطن همکاری، تفاهم و تلاش مشترک نمایند. حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان در پیوند به قضایای افغانستان باور دارد که ملت افغانستان متشکل از اقوام نجیب برادر و برابر ساکن در این کشور است. هر فرد و تبعی این کشور اهم از زن و مرد حق شرعی و قانونی دارد تا بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی، سمتی و غیره از حقوق شرعی و قانونی خویش بهره مند گردد. حضار محترم، فرد ملت افغانستان مستحق فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سفر، تعلیم، آزادی بیان، انتخاب، کار، رفاه و آسایش، امنیت و سایر حقوق قانونی اند که الله متعال برایشان به عنوان نعمت ارزانی داشته است و هیچ کس و مرجعی بدون حکم عادلانه محکمه با صلاحیت حق ندارد تا افراد جامعه عام از زن و مرد را از حقوق مشروع و قانونی ایشان محروم نماید. حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان را عقیده بر آن است که با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک افغانستان کشورهای منطقه از وضعیت کشور ما متأثر می‌شوند و امنیت، رفاه، آسایش، ترقی و پیشرفت افغانستان می‌تواند به امنیت و پیشرفت و ترقی سایر کشورها ممید واقع شود. ما و حسن روابط همجواری و منطقوی و جهانی و همان گونه که مداخلات سایر کشورها را در امور داخلی کشور خود نمیپذیریم، مخالف مداخله در امور داخلی سایر کشورها نیز هستیم. حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان به این باور است که حل معضلات جاری و اختلافات موجود در افغانستان غیر از تفاهم و همدیگر پذیری راه دیگر ندارد، زیرا طی چند دهه گذشته کودتاها، قیامها و جنگها تجربه شده است. حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان چتری جامع و فراگیر است که برای سهمگیری در نجات وطن عزیز از بحران و مشارکت فعال و مثبت برای تشریک مساعی در جهت سوق دادن افغانستان به سوی ثبات و استقرار سیاسی و بالطبع ثبات و استقرار اقتصادی و اجتماعی در این مرحله حساس، در این مرحله اساس تاریخ و وطن باید همه تشریک مساعی نمایند. از نظر حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان انصاف، واقعیت نگری، ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی و مثبت اندیشی در تعامل با اوضاع کشور نقش حیاتی و بنیادین دارد. به این معنا که نباید تفاوت نظر و اختلاف موقف با یک گروه و جریان یا حکومت مانع حمایت از دستاوردها و عملکردهای مثبت آن شود و در طرف دیگر باید عملکردهای منفی و سیاستهای نادرست و بی تدبیرهای حکومتها و گروهها و جهتهای سیاسی باید نقد شود و با ارائه راهکارهای بدیل در جهت اصلاح امور سعی و تلاش صورت بگیرد. از نظر حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان، جنگ، تصادم مسلحانه میان مردم افغانستان ادامه تجارب تلخ و ناکام گذشته است و قطعاً به خیر و نفع افغانستان نیست. ادامه جنگ و خونریزی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به بدتر شدن اوضاع منتج می‌شود و مشکلات و معضلات بیشماری دیگر را برای ملت ما به بار می‌آورد. اگر در جنگ داخلی و تغییری حکومت‌ها از راه تقلب و زور و اسلحه خیری وجود می‌داشت، افغانستان امروز در این وضعیت ناگوار نمی‌بود. جهت رهایی افغانستان از بی‌ثباتی لازم است هر گونه تلاش برای تغییر حکومت یا نظام بر اساس خشونت، زور یا تقلب و تغلب و جنگ به طور قاطعانه مردود شناخته شود و حل مشکلات کشور صرفاً از طریق راه‌های حل سیاسی، قانون محور و مشارکت همگانی پیگیری شود. برای مقابله با بحران‌ها و مشکلات کشور تنها راه حل اساسی ایجاد تفاهم ملی، اصلاحات فراگیر و استقرار حاکمیت قانون در افغانستان است.
امری که میتواند کشور را به سوی ثبات و استقرار پایدار سوق بدهد. این همان مسیری است که حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان آن را برگزیده است. کار مسالمت آمیز در دیدگاه ما به معنای بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، اجتماعی و مدنی بدور از خشونت است. تلاش برای آگاهی بخشی و بسیج مردم، وادار ساختن زمامداران و سایر سیاسی به شنیدن صدای ملت و احترام به خواست مردم تا از این رهگذر اهداف روشن و برای نجات کشور از بحران و بی‌ثباتی تحقق یابد. از نگاه ما کار مبارزه سیاسی الزاماً به معنای تصادم متقابل نیست، بلکه به این معناست که اقدامات و سازنده مورد حمایت قرار گیرد و در برابر عملکردها و مواضع ناسازگار با منافع ملی با استقامت و سادگی شود. این روند باید همزمان با ارائه راهکارها و طرحهای بدیل صورت گیرد تا مسیر اصلاح، بهبود و تغییر مثبت در کشور هموار گردد. هموطنان عزیز، حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان برای روند تفاهم ملی و اصلاحات نقشه راه و طرحی را تدوین کرده است که خلاصه آن امروز خدمت شما تقدیم می شود و تفصیلات آن و تفصیلات این طرح و نقشه را از طریق رسانه ها برای ملت نجیب افغانستان ارائه خواهد شد. هموطنان عزیز، خواهران و برادران، اهداف حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان در نکات ذیل خلاصه می شود: ایجاد فضای تفاهم، اعتماد و تعاون در سطح ملی، زمینه سازی برای مفاهمه و مصالحه ملی، جلوگیری از برگشت جنگ داخلی و خونریزی در کشور، زمینه سازی برای تصویب و تصویب قانون اساسی مبتنی بر اراده و خواست ملت افغانستان، کوشش حمله‌های سیاسی برای رفتن به سوی دولت و نظام سیاسی مشروع و مبتنی بر قانون اساسی، سعی و تلاش برای تحقق حاکمیت قانون در کشور، تامین حق تعلیم، تحصیل و کار برای زنان و بازگشایی دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها به روی دختران، زمینه سازی برای برگشت آبرومندانه شهروندان مهاجر و کادرهای مسلکی به کشور، تامین روابط نیک با کشورهای منطقه و دنیا در چوکات قوانین و اعراف بین المللی با حفظ استقلال و رعایت احترام متقابل و بیرون کشیدن کشور از انزوای سیاسی، رعایت حق اساسی شهروندان کشور بدون تبعیض، تحقق عدالت اجتماعی در کشور بر اساس تساوی حقوق و وجایب شهروندان اعم از زن و مرد، مبارزه و تلاش برای توسعه اقتصادی و رفاه ملت افغانستان. هموطنان عزیز، حضار گرامی، خواهران و برادران، حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان برای رسیدن به اهداف خود از وسایل مشروع زیر استفاده می‌کند: فعالیت مبارزه سیاسی مسالمت آمیز، فعالیت‌های رسانه‌ای، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و اجتماعات، گفتگو و مذاکره مستقیم با حکومت، احزاب، شخصیت‌ها و جهت‌ها و اطراف ذات، تقدیم مشوره، طرح و راه‌های حل مناسب به جهت‌های موجود در حاکمیت و جهت‌های ذی دخل در قضاهای کشور، اشتراک و همکاری مؤثر و مثبت در فعالیت‌های بین المللی و بین المللی مرتبط به افغانستان و جهان، تهیه و ارائه طرح جامع و مفصل برای برداشتن گام‌های عملی در جهت حل بحران کشور که شامل دیدگاه‌ها و برنامه‌های حرکت در جهت رسیدن به تفاهم ملی و اصلاحات در وطن عزیز میباشد. او لید پر بنسټ غواړي چې ټول افغانانو سره سیاسي تاریخ او فرهنګ په بهیر کې یو نوی باب پرانیزي او د تیرو ناکامو او منفي تجربو د لمنځه وړلو له لارې او په دې ټینګار سره چې ګران افغانستان د خاورې د ټولو خلکو ګډ او لوی کور دی. حرکت د ټولو افغانانو ته پرته له قومي، ژبنۍ، مذهبي، سیاسي توپیره د دوستۍ، ورورولۍ او همکاري لاس اوږدوي او هغوی د هیواد له بحران څخه د ژغورلو، سیاسي ثبات ته د رسیدو او د اقتصادي پرمختګ او د قانون تر سیوري لاندې د سوکالۍ لپاره ګډ کار ته رابولي. د افغانستان د تفاهم اصلاحاتو حرکت په ملي قضایاو کې پر تفاهم، زغم، سولې، مذاکرې او د اختلاف ادب ته درناوی، یو بل زغمل، سوله ییز ژوند او د ملي ګټو د شخصي او حزبي ګټو پر وړاندې پر ترجیح باور لري. دغه حرکت د شخړې، تاوتریخوالي، حذف، تقابل او د کرکې او مخالفت لپاره د مخالفت پاللو سیاست او د کرکې او د مخالفت لپاره د مخالفت پاللو سیاست په کلکه ردوي. د افغانستان د تفاهم اصلاحاتو حرکت ټولو افغانانو ګډ حرکت دی. هر هغه افغان چې د دې حرکت له اهدافو، سیاستونو او له کاري لارو چارو سره توافق ولري، کولی شي چې د دې حرکت غړیتوب ترلاسه کړي
او ورسره د خیر په کارونو کې او د هیواد په جوړولو کې همکار اوسي. زنده باد افغانستان، یشسین افغانستان، ژوندی دی وي افغانستان. وصلى الله تعالى وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. از جانب خود اعضای گرامی حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان و حاضرین این محفل، از جناب دکتر فضل الهادی وزین رئیس محترم حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان، به خاطر بیانیه ارزشمند و راهگشایشان صمیمانه سپاسگزاری میکنم. به تردید سخنان حکیمانه ایشان چراغ فراراه ما و الهام بخش تلاش های آینده خواهد بود.